سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام یه سری از عادتهای بد رانندگی رو توی این تیر لیست بذارم، در موردشون صحبت کنیم. اینا تقریبا همشون مربوط میشن به رانندگی توی کانادا و آمریکا به جز مونترال، چون مونترال یه ذره سبکش با رانندگی آمریکا شمالی فرق داره، بیشتر شاید شبیه اروپا باشه یا نمیدونم جای دیگه. حالا خب بخوام این تیرها رو توضیح بدم، دی میتونیم واسه یه عادت رانندگی که حالا خیلی احتمالاً انجامش میدن، اونقدر چیز خطرناک و بدی نیست، به ترتیب تا اس که دیگه یعنی خیلی عادت بدیه و خیلی بقیه راننده ها و اینا دردسر ایجاد میکنه به نوعی. به ترتیب اگه بخوایم از اولی شروع کنیم، خب اولین چیزی که من اینجا گذاشتم در مورد رانندگی توی پاسینگ لینه، لاین سبقت، که یه عادت بدی که وجود داره اینجا بعضی از راننده ها اصلا در نظر نمیگیرن که این لاین برای سبقت گرفتنه. شما یعنی حتی با سرعت مجاز یا بالاتر از سرعت مجازم میرین، معنیش این نیستش که شما میتونین تو اون لاین واسه خودتون همینجوری برین. اگه یه ماشین دیگه پشت سرتون داره میاد بهتون نزدیک میشه، باید برین کنار که اون رد شه، حتی اگه سرعتش خیلی زیاده، چون که وظیفه شما نیستش که مثلا کسی که سرعتش بالاتر از حد مجازه رو کنترلش کنین یا هر چیزی، اون به شما مربوط نمیشه. بعد یه مشکل دیگه ای که این داره اینه که خب یه راننده‌ای میاد پشت شما، مجبور شه 2 بار لاین عوض کنه، با همین یه ریسکی رو اضافه تر ایجاد میکنه توی اتوبان، علاوه بر اینکه واسه ترافیک داره میشه. اینو من فکر میکنم عادت خیلی بی خطری نیستش، به نظرم کاملا مشکل داره، واسه ترافیک داره میشه. اونها فاجعه هم نیست، ولی خب یه چیزیه که مهمه به نظر من. میتونی فعلا بذاریمش اینجا. مشکل دیگه ای که من اینجا واسه یه دونه آیتم گذاشتم، یادت بد دیگه رانندگی، اینه که تو انگلیسی بهش میگن hugging someone's blind spot، یعنی که شما برین توی مثلا کنار یه ماشین دیگه ای یه ذره حالا عقب‌تر، دقیقاً توی بلایند اسپاتش همینجوری با همون سرعت و اون سرعتتون رو مچ کنین، با اون همینجوری برین. این مثلا خب چیزیه که خیلی از آدم‌ها اینو نمیدونن، ولی خب خیلی کار مشکل داریه این، چون بعد یه تایمی ممکنه اون راننده اصلا فراموش کنه که شما اونجا هستین، ممکنه یهو بگیره روتون. درسته اونم باید بلایند اسپاتش رو چک کنه، ولی خب هیچ دلیل نداره شما این کارو بکنین. و اینکه مثلا اگه یه لحظه اتفاقی بیفته، مثلا اون طرف یه بچه‌ای بیاد، حیوانی بیاد توی خیابون و اینا، این فرصت رو نداره که سری لاین رو عوض کنه. کلا منطقی و بهتره که وقتی دارین رانندگی میکنین کنار یه ماشین دیگه لزوما نرین اگه ترافیک نیست. حالا یا پاتون یه ذره از رو گاز شل کنین، یه ذره عقب‌ترش برین، یا اینکه یه ذره گاز بدین جلوترش برین. هیچ دلیلی نداره کنار یه ماشینی همینجوری باش برین. این حالا خیلی به نظر من عادت بدی نیست، به اندازه قبلی خطرناک نیست. اینو میتونیم بذاریم اینجا، نسبتا اونقدر خطرناک نیست، ولی خب یه عادت بده کماکان. گزینه بعدی رد شدن از چراغ زرده. بعضی از دوستام که تازه رانندگی رو توی مثلا کانادا شروع کردن، من دیدم که همیشه واسه شون سواله که آقا ما آخرش اینجا زرد و باید رد بشیم یا رد نشیم. من خودم یه قانون ساده‌ای که در نظر میگیرم اینه که خب یکی این که اصلا مهمه که شما ببینیم پشت سرتون مثلا چه خبره. قبل اینکه برسیم به چهارراه همیشه باید یه نگاهی به آینه عقبتون بندازیم، ببینید خب اگه یه ماشینی داره با سرعت شما از یه فاصله نزدیکی میاد، احتمال اینکه شما ترمز بگیرین و پشت بزنه بهتون خب زیاده. موقع منطقیه که حالا زرد رو رد کنین. ولی اگه خب سرعتتون اوکی، کسی هم پشتتون نیست و اینا،
و از اون طرف یه ماشینایی که از سمت روبرو داشتن میومدن، مثلا یه ماشین دو ماشین اومده جلو میخواد گردش به چپ بکنه، وسط خیابون وایستاده. خیلی منطقیه که شما اونجا رو ترمز بگیرین دیگه و وایستین پشت چراغ قرمز، وگرنه مخصوصا هرچی دیرتر برین توی چراغ زرد، اون کسی که اومده آلردی وسط خیابونه باید وایسته، شما رد شین، بعد احتمالاً چراغ قرمز میشه، تازه تو چراغ قرمز باید اون بپیچه. یعنی شما یه استرس خیلی الکی دارین درست میکنین واسه اون ماشینه که میخوان گردش به چپ بکنن. البته این خیلی مهمه که اینو در نظر بگیرین که آیا اون جلو مثلا دوتا ماشین میخوان بپیچن یا اینکه نه اصلا خالیه و خبری نیست. اینو نمیشه گفت عادت بدیه، ولی صرفا چون یه نکته‌ای داشت گذاشتمش توی این لیست. به نظر من کماکا ما میتونیم اینو میذاریمش توی سی، چون اگه چراغ زرد و یه تایم خیلی بدی رد میشین خب باعث دردسر بقیه راننده ها داریم میشین به نوعی. گزینه بعدی اینه که کسایی که میخوان وارد اتوبان بشن سرعتشون رو با سرعت اتوبان به موقع مچ نمیکنن. یا میبینین شما یه ماشین داره میاد، راهنماشو میزنه میاد جلوتون و سرعتش اصلا سرعت اتوبان نیست، مثلا 10 تا 20 تا کمتره و شما مجبورین ترمز بگیرین. خب این که یه چیز عادت بد خیلی بدیهیه، یعنی مثلا تو امتحان رانندگی حتی رد میشین تو امتحان اتوبان اگه اینو رعایت نکنین. اینو من به خاطر این توی یه تیر بالایی میذارم و خطرناک هم هست از اون طرف. این به نظر من تو یه دونه مونده بالاترین قرار میگیره. حالا ببینیم چی رو میتونیم بذاریم توی اس. این یکی مشابه قبلیه ولی از دید این دفعه کسیه که توی اتوبانه آلردی. یه ماشینی اومده میخواد مرج شه توی اتوبان. یه کاری که شما میتونین بکنین اینه که خب نگاه کنین اگه سرعتتون خیلی بیشتره خب گاز بدین رد کنین، یه فضای خالی ایجاد کنین واسه اون ماشین بیاد، یا اینکه اگه سرعتتون اونقدر نیست یه ذره پاتون رو میتونین رو گاز شل کنین که یه فضایی باز شه. من بعضی وقتا دیدم بعضی از راننده ها اصلا اهمیتی نمیدن به این که این طرف داره میاد، بالاخره این داره رمپش تموم میشه باید بیاد توی اتوبان، همینجوری پاشو میذاره رو گاز کنار این داره میره. این به نظر من اصلا کار اوکی نیست. منطقیه که حالا شما سرعتتون یه جوری تنظیم کنین که بتونن اون ماشینه که اونور میان هم به نوعی زیپ شن، بیان بین شما و ماشین جلویتون قرار بگیرن. اگه این کارو میکنین خب این خیلی خطرناکه. اگه اینو رعایت نمیکنین به نظر من این A یا حتی S به نظر خیلی کار اینکانسیدریتیه. اینو میذارم من توی S تیر به نظر من. خب گزینه بعدی چیه؟ اینکه چراغ سبز ادوانس روشن شده شما به موقع راه نمیافتین. این خب خیلی عادت بدیه. یعنی چراغ ادوانس معمولا توی چهارراهایی هم میشه که اتفاقا خیلی شلوغن و اینا، مثلا طرف اگه تو ادوانس نتونه بره احتمالا یه دونه دو تا ماشین هم بتونن اون لحظه که زرد شد برن، بقیه ماشینا باید 2-3 دقیقه وایستن. به نظر من خیلی مهمه که توی همچین جایی وقتی وایستادین میخواین گردش به چپ بکنین چراغ شارتایی احتمالا ادوانس داره حواستون باشه که به موقع راه بیفتین. حتی اگه ماشین اول نیستین ماشین دوم سوم حواستون باشه که سریع راه بیفتین، پشت ماشین جلویی سریع برین که بیشترین تعداد ماشین بتونن برن و بقیه راننده 2-3 دقیقه وقتشون تلف نشه به خاطر تنبلی شما تو راه افتادن. این به نظر من اگه کسی اینو رعایت نمیکنه این کاملا استیره، یعنی واقعا مشکل سازه واسه بقیه راننده ها. آیتم بعدی بوق زدن طولانی تر از مقداریه که لازمه. بوق هم مثلا راهنما زدن یه ابزار ارتباط برقرار کردن با بقیه راننده هاست. مثلا وقتی که یه نفر داره شما رو کات میکنه احتمال میدین که طرف اصلا ندیده شما رو تو نقطه کورش هستین، یه بوق کوتاهی میزنین متوجه شه، حالا بعد میبینی هنوز داره میاد یه بوق دیگه میزنین. یا چرا مثلا چرا سبز شده
یکی حواسش نیست یه بوق کوتاه واسه اینکه راه بیفته. ابزار دعوا و اینا نیست، جای فوش و اینا قرار نیست بگیره. شما یه مشکلی هم که داره اینه که شما مثلا میخواین خشمتون رو به یه نفر نشون بدین. حالا اینکه کلا این قضیه چقدر اشتباهه بماند، به موضوع این ویدیو مربوط نیست، ولی خب شما وقتی دستتون رو میذارین رو بوق ممکن 400-500 نفر دیگه این صدای بوق شما رو بشنون. توی منطقه مسکونی باشه، کلی برج اون بغل باشه و همه دارن صدای این بوق شما رو میشنون. یعنی الکی دارین کورتیزول کلی آدم میبرین بالا، استرس بیخود درست میکنین واسه یه مقدار خیلی زیادی آدم به خاطر خطای فقط یه دونه راننده. به نظر من این ایرادی نیستش که خیلی من ببینم رخ میده، اونقدر خطرناک نیست، مستقیم جون کسی به خطر نمیندازین، باعث تصادف نمیشه، ولی کماکان خب عادت خیلی بدیه. میذارمش توی تیر C. آیتم بعدی زیادی نایس بودنه. این خودش یه عادت بد رانندگیه. مثلا میبینین یکی میخواد از یه پارکینگی، از یه جایی میخواد بیاد توی خیابون، چراغ شما جلو سبزه، باید برین، ماشینای دیگه پشتتونن، پاتون رو بذارین رو ترمز، به اون طرف اشاره کنین که بیا برو. این خیلی مشکل داره، چون یکی اینکه اصلا ترافیک ایجاد کردین شما، و حالا مثلا اگه 2 تا لاین باشه اون طرف دوباره نمیتونه راه بیفته بیاد، چون که شما توی یه لاین رو نگه داشتین، اون یکی لاینشی. ممکنه شما اصلا تحت فشار و استرس بذارینش، مثلا اون بخواد سریع بیاد چون میبینه شما خیابون رو بستین به خاطر اون، ولی اون یکی لاین ممکنه ازش ماشین بیاد باعث تصادف شه. این کلا خیلی کار غلطیه. شما اگه چراغ جلوتون قرمز نیست لازم نیست گپ ایجاد کنین مثلا اینکه یه ماشینی حالا اونجا در بیاد. این به نظر من عادت خطرناکیه، میتونه باعث تصادف و اینا بشه، آلودی باعث ترافیک میشه. اینو میذارم تو تیر A. عادت غلط دیگه گوش دادن موزیک به صدای بلنده. اینو من منظورم این نیستش که حالا باعث آلودگی صوتی میشین و اینا، چون ممکنه بگین نه اصلا شیشه هم بالا، صدا بیرون ماشین نمیره، ولی یه مشکل دیگه داره این قضیه. اینه که شما یک کدوم از سیگنال‌های راننده‌های دیگه که بوقه رو ممکن اصلا نشنوین. ماشینای امرجنسی مثل آمبولانس و آتش نشانی داره میاد، خب اینا صدای آژیرش رو شما از دور میشنوین اول و میرین کنار، خب صدای موزیکتون بلند باشه اون رو نمیشنوین. نورش هم ممکنه تو روز اصلا محسوس نباشه. یا مثلا دارین خطری واسه پیاده یا نفر دیگه ایجاد میکنین و اینا صداش اصلا نمیشنوین. به نظر من این رفتار خطرناکیه، مثلا جدا از آلودگی صوتی و اینجور چیزا. اینو من تو تیر B میذارم. حالا مستقیما باعث تصادف و اینا خیلی وقتا نمیشه. عادت رانندگی غلط دیگه لاین عوض کردن زیادیه بیش از حد. وقتی که همه لاینا وایسادن توی اتوبان، این که خب ترافیکه، یه لاینی شروع میکنه یه ذره رفتن، سری شما لاینتون عوض میکنین میرین توی اون، بعد دوباره مثلا میبینین نه این یکی بیشتر رفت، دوباره میخواین بیاین این بعد. یکی این که شما اصلا باعث دارین میشین بقیه راننده ها ترمز اضافه بگیرن. یعنی اگه راننده هایی مثل این راننده ها وجود نداشته باشن، همه آدما میتونن یه ذره ریلکس‌تر رانندگی کنن وقتی نگران این نباشن که یکی قراره یهو بپره جلوشون و اینا پاشونو بذارن رو ترمز. بعدم مثلا این معمولا باعث نمیشه شما سریعتر جایی برسین. من بارها دیدم یه سری راننده ها هی دارن لاین عوض میکنن. مثلا به یه دوستی چیزی که کنارم نشسته بهش گفتم که ببین اصلا این ماشینه رو نگاه کن، ما الان توی همین لاینه میمونیم و من میتونم بهت تا 5 دقیقه 6 دقیقه 10 دقیقه دیگه هم هنوز این راننده رو بهت نشون بدم که تو دید ما جایی نرفته، و خیلی وقتا اینطوریه. این به نظرم واقعا عادت داغونیه. اصلا ترافیک ایجاد میکنه، استرس الکی بقیه راننده ها ایجاد میکنه، کلا کمتر پلزنت میشه رانندگی واسه همه آدمایی که توی اون خیابونن. اینو من میذارمش توی تیر A. خب آیتم بعدی چیزی جالبیه، این خیلی کانتروورشاله، آدما 2 تا نظر متفاوت دارن کاملا. این هم اینه که توی وقتی که مثلا از یه جای وارد یه اتوبان شدین، این لاینی که شما توشین
قرار تموم شه دیگه. حالا بحث اینه که شما خیلی زود برین توی لاین بعدی یا اینکه اینو تا تهش برین بعد برین توی لاین بعدی. من مثلا خودم اون اولا اینجوری بودم که خیلی سریع راهنما میزدم میومدم این و وقتی که میومدم توی اتوبان لاینی که با می بودم و یه سری ماشینا میدیدم هنوز دارم میرن، اینجوری بودم که اینا شاید مثلا آدمای خودخواه و اینا دارن میرن بگیرن جلوی تمام این یکی ماشینا. ولی بعدا فهمیدم که مثلا که توی یه سری از ایالت‌ها و استانا مثلا این تبلیغ میشه که آقا نه شما باید اینو تا ته برین، چون که وقتی شما زودتر شروع میکنین مثلا یه ذره سرعتتون رو کم میکنین منتظرین یکی بهتون راه بده بپیچین مثلا سمت چپ، شما اینجا ترافیک ایجاد کردین توی این لاینه و از ظرفیت این لاینه دیگه استفاده نمیشه کرد. اینجوریه که میگن که باید شما اینو تا ته برین تهش زیپ کنین دیگه، ماشینا یکی از این لاین یکی از این لاین با هم دیگه زیپر مرج کنن. ولی خب اینم به نظر من خودم چرا این کار نمی کنم چون خطرناکه. من مثلا سرعت گرفتم دارم میرم از اون طرفی که من راه نده چی، من جلو مثلا داره تموم میشه دیگه. به خاطر همین من واسه خودم رول آف تامی که دارم اینه که اگه حالت ترافیک دوره اینو تا تهش میرم تهش زیپر مرج میکنیم مشکل نداره دیگه. سرعتی من ندارم، حالا کسی راه ندادم وای میستم اونجا تا یکی راه بده. ولی اگه اتوبان داره با یه سرعت خوبی داره میره سعی میکنم دیگه تا اون تهش نرم، به موقع بیام مرج شم توی اتوبان. اینو من میذارمش توی پایین ترین تیر چون اصلا خیلی از آدما نظرشون ممکنه یه چیز دیگه باشه یا اصلا این زیپر مرجا نشینده باشن و درش انتظاری هم نشه باشن از اینکه بقیه راه بدن، چون و از اون طرف هم چون بقیه آدما نمیدونن ممکنه اصلا راه ندن بهش. آیتم بعدی ترمز گرفتن قبل راهنما زدنه. مثلا شما میخواین برین توی پمپ بنزین، اومدین توی لاین کم سرعت دارین میرین، بعد حالا یکی هم پشتتون داره میاد، یا میبینین که طرف اون که داره پشتتون میاد یا میبینین که مثلا این چرا پاشو گذاشت رو ترمز، هیچ اتفاقی همون جلو نیفتاده، سرعتش رو کم میکنه بعد تازه راهنمای سمت راست میزنه. خب این دیگه اصلا پوینتی نداره راهنما زدنه. راهنما رو شما میزنین که بقیه راننده ها رو باخبر کنین از تصمیماتتون. دیگه وقتی پاتون رو گذاشتین رو ترمز دیگه دیره. شما اول راهنما بزنین که آقا من یا این چالی میخوام بپیچم سمت راست، بعد حالا یه ماشینی عجله داره هرچی پشتتونه اصلا ممکنه راهنما بزنه ردتون کنه بیاد از سمت چپتون بره، یا اصلا منتظر باشه که شما قراره ترمز بگیرین. این به نظر من عادت ضایعیه، واقعا درست کردنش هم خیلی راحته. اینو من حالا A نمیذارم B میذارم. عادت غلط دیگه که حتی اینو نمیشه گفتش عادت غلط، این فکر کنم حتی جریمه هم میشین اگه پلیس ببینتتون، بیشتر از یه عادت بده، اینه که شما پیاده ها رو چارج کنین. مثلا یه جایی دارن میخواین گردش به چپ کنین، یه سری پیاده هم دارن از خط عابر پیاده رد میشن، چراغ برای اونا سفیده سبزه، حالا منتسب به هر جایی که هستین. شما مثلا میاین همینجوری میرسین به این پیاده ها بهشون نزدیک میشین وای میستین، از اون طرف بعضی وقتا چون اومدین ممکن روبرو داره اصلا ماشین میاد، یا ببینین که یه ماشینی داره میاد از اون طرف این پیاده هم داره یواش میره، مثلا بهش نزدیک میشین به پیاده، استرس الکی ایجاد میکنین واسه پیاده و ممکن اصلا طرف مسن باشه، حالا به هر دلیلی اصلا سرعتش کمه، بی خودی کلی اونو تحت فشار میذارین. این خیلی کار غلطیه. شما اگه تو گردش به چپ میخواین بکنین، اگه پیاده میبینین داره اونجا رد میشه اصلا نباید راه بیفتین از این لاین خودتون برین اونور، باید منتظر وایسین همونجا. یا تو گردش به راست هم همینه، سر فرمونتون رو خم نکنین روی پیاده ها، یه ذره بیاین جلو وایسین، پیاده ها تموم شد فرمون رو بچرخونین و برین گردشتون رو انجام بدین. این به نظر من استیره، چون اصلا خلافه. این آیتم بعدی رانندگی با سرعت کمتر از سرعت لیمیته. حالا شاید بگین که نه، این که گفته مکس، پس یعنی هر چیزی کمتر از اون اوکیه.
نه اینجوری نیستش. شما خب باعث ترافیک داری میشین. اگه سرعت مثلا 60 کیلومتر در ساعته، شما دارین 55 تا میرین، به نوعی دارین ترافیک ایجاد میکنین. شما منطقیش اینه که در نظر بگیرین همون 60 حالا یکی دوتا بیشتر، نه دوربینی شما رو قرار ازتون عکس بگیره واسه دوتا بیشتر، نه پلیس جریمتون میکنه. درسته قانونا میتونه بکنه، ولی من تا حالا از کسی نشیدم که به خاطر مثلا دو سه کیلومتر در ساعت مثلا بالاتر بودن سرعت جریمه شه. ولی وقتی کمتر داریم ترافیک ایجاد میکنین، اصلا بقیه راننده ها رو خورد میکنین، بعد لاین عوض کنن و اینا، این خیلی چیز مهمیه. اینو حتما رعایت کنین. اینو من میذارم توی سی میذارمش، چون به نوعی دارم میگم که یه ذرم بالاتر از سرعت مجاز برین. به نظر من سی جای خوبیه واسه شون. اینا چون همشون برنامه نبود، قرار نبود توی هر تیر به تعداد مساوی چیز قرار بگیره. عادت بعدی اینه که شما شروع کنین به لاین عوض کردن، بعد راهنما بزنین در حینش. به نوعی پوینتلسه. شما اول باید راهنماتون رو بزنین، بعد شروع کنین لاین عوض کنین. من بعضی میبینم همون لحظه که فرمون چرخونده تازه راهنما میزنه، دیگه اصلا این سودی نداره. راهنما میزنین شما بقیه راننده رو با خبر کنین تصمیمتون. وقتی دارین میایین جلوی من دیگه مشخصه، دیگه میدونم دارین میایین. پوینتلسه. البته بعضی وقتا میفهمم چرا یه سری راننده ها این کارو میکنن، به خاطر یه سری راننده های دیگه ای که یه عادت بدی که دارن، وقتی یه نفر راهنما میزنه میخواد بیاد جلوشون، اینا فکر میکنن که حالا چی شده، پاشو میزنن رو گاز جلوی اونو میخوام بگیرم. به خاطر یه سری راننده ها مثلا این اجازه رو میخوان ندن و اصلا راهنما رو با فرمون رو با هم شروع میکنن زدن. اینو من میذارمش توی تیر A میذارم، چون قاعدتا شما قانونا باید راهنما رو قبلش بزنین. عادت خیلی بدیه خلاصه اگه فرمون دادن و راهنما زدنتون خیلی تایمی به هم نزدیکن. خب امیدوارم یه چیزی یاد گرفته باشین از این ویدیو. حالا ممکنه مثلا مخالف باشین با این چیزی که من گفتم، کامنت بذارین. اگه چیزایی مهمی و من اینجا جا انداختم دوباره کامنت بذارین، ممکنه یه دونه پارت 2 درست کنم واسه این ویدیو، اونا رو هم کاور کنم. اینجا من منظورم این نیستش که من همه اینا رو خودم درست انجام میدم، نه، تقریبا همه این اشتباه ها رو من یه دوره‌ای کردم، یه سریش رو هنوزم ممکنه گهگاهی بکنم. کلا ولی احساس کردم که چیز خوبیه شیر کردن اینا. ممنونم. زنده باشین.